خیلی که من نمیدونم وای شوفیوره که جون خودمون میریم هر یا آدم 20 کیلو حق داره که اساس کاتیش بگیره 20 کیلو سر هر یا آدم میاد نه که اگه شوفیورو بگم ماشو بچرو بچه‌ها چی هم باید اون چی نمیگم بود دیگه تو 25 کیلو رگون خیلی رگون تشکیل میکنیم چی نمیگم 20-25 کیلو همین شوفیوری رگون خیلی 5 کیلو رو نگاه نمیکنن دیگه تا 20 کیلو ممکنه نه که 5 کیلو دیگه خیلی لباس شوفیور بگوی 25 کیلو درو مگه بیشتر رفتیم نه که نمیدونم سلام علیکم اکا سوزی تنجی سلامتی خوبه اکا هر آدم هر خیلی یا آدم 20 کیلو 25 کیلو پالوج نمیسو قطعش بگیره اکا 20 کیلو 25 کیلو اکا خیلی 20 کیلو ممکنه نه که خیلی 25 کیلو هم خیلی تو 5 کیلو را چی نمیکنه اکا جون هنگ فروختگی بارشیدیم سوما دادیم در دستش گفتیم اکایی را بقب میبروی میگیریمش سوما گرفت ایمو را چور نکرد عزیز یک برادرمون از تاجیکستان روز جمعه اومدنی است مرحمت کسی که در تاجیکستان یکترینبورگ میاد مرحمت با این نمبرها زنگ زنه همین نمبرایی که من موندم واتساپ دارن دوستان عزیز در واتساپ نویسید واتساپ در نویسید جوابتون میدم بسیارش در راهن زنگ میزنیم جواب نمیده با ابراد نماد از زنگ میزنه که اکا جواب نداد از همه شما احترام را خواهش کردم میشه که اول واتساپ در نویسید چون یک ساعت 2 ساعت انتظار شن اگر شما در جواب ندید بعد ویزف کنید یا با واتساپ ویزف کنید سلام مخلصان سلام برادران غریب باز ما یک تا یک تا نمبرهای تاکسی که تاجیکستان میرن یعنی در گروپ های تاکسی های یکترینبورگ است یک تا اینجا میگذارم مرحمت شما در کارش زنگ زنید با نوار رو تا آخر تماشا کنید دوستان عزیز یک چیز رو فهمیده با پررگی باید ما یک چیز رو انیخ کنیم و بعدا همون چیز یا رکلام کنیم یا که پیشکش مردم کنیم دوستان عزیز نگفته نمونه که مردم ما حاضر بسیارتر با ماشین رفته ایستاده است و ما هم حرکت کردیم که بسیارتر ماشین را رکلام کنیم 5 یک خیلی نیست دوستان عزیز بعضی از برادرانمون نه رفته اومده ایستادن و بعضی از آنها رفته دیگه نامده ایستادن و به این خاطر من گفتنیم که دیروز ما یک 2-3 نفر را فرستادیم یک تاش از حساب اشتراف داشتنش برگشت نموندنش که گرانیسا بگذره طرف تاجیکستان بروه یک تای دیگرش قبیدن محکم کردن با یک 2 تای دیگرش کم خیلی کشوکش دادن دوستان عزیز با همین خاطر کسی که دکمه نداره و داشته نرود بگیره با ماشین میره با سمالات میره چیزی که میره با حضور سپاکوینی میره وقتی که نمیکنین دکمنتاتون یا پاسپورت نمیشه یا که دکمه نمیکنین یا پاتین ندارین پراکتیکاتون تمام شده خونه راه کن البته شما را زدیر رد میکنن میرتپن مانتون میکنن یا اشترافتون میکنن یا چند روز محکمتون میکنن یا دپارتاسیاتون میکنن با همین خاطر دوستان عزیز کسی که خونه راه که همه عیبتونه در بالای ماشین نگذارید شفیرو تنها شما را میتونه